تو دیگه چرا انقدر موهات سفید شده؟ تو که جدایی برات خیلی راحت بود. کی گفته برام راحت بود؟ یادت نمیاد روز آخری که داشتم میرفتم اتفاقا دوستاتم بودن، گفتی برو به درک، اصلا برای من مهم نیست، حتی داشتی میخندیدی. دیدی وقتی یه جایی پات لیز میخوره میفتی واسه اینکه بقیه نبینن اصلا به رو خودت نمیاری، ولی یه صدمتون ورتر دردشو میکشی، داد میزنی. اصلا قلب منم این شکلی بود وقتی که شکست، یعنی شکستیش. اصلا دلم نمیخواست اون آدما و رفیقایی که همشون از من پایین تر بودن شکستنمو ببینم، ولی فقط خودم میدونم شبش و شبای بعدش چی کشیدم. ولی من آمار تو داشتم و هر روز خوشحالتر و پر انرژی تر از دیروزت بودی. این دنیا پر از آدماییه که به ظاهر خیلی خوشحالن، خفنن، به همم امید میدن، ولی وقتی که تنها میشن چشاشون رو میبندن فقط خودشون میدونن که چه دردی میکشن. کلا دنیا پر از بازیگره که خوب بازی میکنن. اینا رو ول کن. تو چرا اومدی؟ گفتم ببینمت بگم اگر تو هم اوکی بودی دوباره برگردیم به هم دیگه، ولی خب این بار محکم‌تر از قبل. با این که میدونم با اومدنت قرار من محکمتر یه بار دیگه زمین بخورم، ولی حریف قلبم نمیشم. تو هر وقت بخوای هستم. شمارمو که داری؟